سلام علیکم. من غریب هستم از افغانستان، از کشور ایران. شما را دعوت میدم. جناب آقای انصاری، خدا به شما عمر با عزت بده، خیر ببینی شما و تمام دوستانی که به رساله حق زحمت میکشید. میخواستم از طریق تلویزیون رساله حق از مردم خوب تاجیکستان تشکر کنم. دست این پدرها و مادرها را از راه دور میبوسم، با اینکه بچه‌های تربیه کردم که همه با دین مقدس اسلام قرآن میخوانم. بسیار کودکای شریف خوبی، بسیار من خوش میشم. خداوند به شما خیر بده. خداحافظ. تشکر میکنیم از این برادر بزرگوارمون از هرات افغانستان که این پیام رو فرستادند.